به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه کوشانیان با عریضه زن 34 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 31 دکبر سال 2021 تقریبا ساعت 23:30 دقیقه شخص نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از داخل جزودان 7700 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 23 ساله ساکن همین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. همزمان جوان 23 ساله در بالا ذکر گردیده 31 دکبر سال 2021 با راه پنهانی به خانه مرد 27 ساله ساکن نویه قبادیان در آمده از داخل جزودان 4450 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نامبرده همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت‌های دزدی معین و دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه یاوان با عریضه مرد 32 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که شب ششم به 7 ژانویه سال 2022 تخمیناً ساعت 00:50 دقیقه شخص نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتی برادرش در آمده از آنجا یک عدد تلویزیون طبقه سامسونگ، یک عدد دیویدی، یک عدد ترازوی الکترونی و یک عدد تجهیزات برقی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 3550 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 28 ساله ساکن امین نویه که پیش با ماده 200 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. آید به حالت مذکور تفتیشات ادامه دارد.